اینکه بعد از رنگساژ متوجه میشیم که یه اشتباهی توی ترکیب اون انجام دادیم و باید پاکش بکنیم، یا زمانی که توی پروسه دکولوره داریم میبینیم که مو استوب کرده، نکته خیلی مهم و موقعیتیه که همه ما توش قرار گرفتیم. سلام، سعید صادقی هستم. خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوب من. توی این ویدیو قراره که در مورد ریموو و کاربردهای مختلفش تو موقعیت‌های مختلف بهتون بگم. اول در مورد ریموو رنگساژ میخوام بگم که خیلی مورد استفاده قرار میگیره. خیلی وقتا پیش میاد که ما توی ترکیب رنگمون یه اشتباهی انجام میدیم و نیاز داریم که اون اشتباهمون رو پاک بکنیم و ترکیب جدید رو که دیگه درستش کردیم روی مو بذاریم. اولین نکته‌ای که در مورد این موقعیت باید بگم اینه که من اصلا پیشنهاد میکنم که رنگساژ دوم رو روی رنگساژ اول بذاریم یا بخوایم از تکنیکایی مثل حمام رنگ یا گلوسینگ و اینا برای اصلاح رنگساژمون درست کنیم. البته اینجا منظورم از اصلاح یا اشتباهی که ما توی رنگساژ میکنیم به عنوان مثال زمانیه که مشتری از ما یه رنگ گرم میخواد ولی نتیجه خیلی سرد شده، یعنی کاملا طبیعت نتیجه رنگساژمون با طبیعت رنگساژی که مشتری از ما خواسته کلا متفاوته. اما یه وقتایی هستش که نه، مثلا مشتری روز گلد میخواسته ولی الان میزان گلدش کمه، ما میتونیم اونو با گلوسینگ درستش بکنیم. پس اگه خواستیم رنگساژمون رو پاک بکنیم توی این موقعیت ها یا کلا طبیعتش متفاوت بود، اول از همه پیشنهاد میکنم که پاکش بکنیم، چون رنگساژ رو رنگساژ یا رنگ روی رنگ باعث میشه که نتیجه کارمون تیره تر باشه. پس باید ریموو بکنیم. اما ریموو رنگساژ رو چطور انجام بدیم؟ ترکیب‌های مختلف و روش‌های مختلفی وجود داره ولی من خیلی راحتم که از این روش استفاده میکنم. توی این ترکیب ما از ضعیف‌ترین پودر دکولوره به اضافه شامپو به اضافه آب، هر سه به میزان مساوی، فرقی نمیکنه که شامپو چی باشه ولی یه شامپوی خیلی معمولی، آب هم که دمای ولر. پس ضعیف‌ترین پودر دکولوره، یه شامپوی معمولی و آب، هر سه به میزان مساوی. تأکید میکنم که حتما از ترازو استفاده کنیم که این میزانها رو کامل بتونیم در بیاریم و ترکیب کنیم. پس هر سه اینا رو به میزان مساوی ترکیب میکنیم و روی موی نمدار داخل سرشور روی مو میزنیم. اولین نکته، دقت کنید که موادتون به پوست سر و ریشه نخوره، چون خیلی زود ریشه طبیعی رو تغییر رنگ میده و قهوه‌ای یا نارنجی قرمز و اینا میکنه. پس این نکته رو خیلی دقت کنید و پیشنهاد میکنم که با براش لایه لایه این مواد رو روی مو بزنید. دومین نکته این که چشمی باید چک بکنید هر زمان که رنگساژ اولتون پاک شد دیگه مو رو آب کشی بکنید. حالا در مورد آب کشی و شستشوش آخر ویدیو بهتون توضیح میدم. پس باید با چشم چک بکنیم هر جا که رنگساژمون پاک شد آب کشی بکنیم. نکته مهم بعدی این که اگه زمینه طبیعی داشته باشیم خیلی زود زمینه رو تغییر میده، پس خیلی باید مراقب باشیم و اصلا از بالا سر مشتری جای دیگه نریم، چون این تغییر خیلی سریع اتفاق میفته و کلا کارمون رو دیگه خراب میکنه. پس خیلی مهمه که خودتون بالا سر مشتری بایستین و چکش بکنید و هر زمان که دیگه رنگساژ پاک شد آب کشی بکنید. پس زمینه طبیعی رو تغییر میده. حالا اگه مو نازک باشه این تغییر سریعتر اتفاق میفته، اگه مو ضخیم باشه دیرتر اتفاق میفته. و در مورد شستشو خیلی مهمه که بدونید که اگه دارید از پشت و اولین لایه مواد گذاری میکنید، شستشو و آبکشیتون هم باید از همون لایه باشه، به همون ترتیب باشه. اما اگه نه، موادتون رو به صورت کلی روی مو میریزید، بازم تاکید میکنم که به پوست سر و ریشه نخوره، دیگه آبکشیتون میتونه از همون قسمتی باشه که مواد روی مو خورده. پس این اختلاف بین لایه‌های مختلف و این سرعت تغییر رنگ زمینه خیلی خیلی زیاده. اما اگه زمینه رنگ شده داشتیم، این تغییر رنگی یه کوچولو دیرتر اتفاق میفته. نه اینکه اصلا اتفاق نیفته و مو رو کلا ول کنید، ولی دیرتر رنگ زمینه تغییر میکنه. چون این ترکیب ریموو که تا الان گفتم ضعیف‌ترین ترکیب ریمووه و ممکنه که بعضی از رنگ‌ها رو نتونه پاک بکنه، ولی رنگساژ روی موی دکولوره شده رو خیلی خوب میتونه پاکش بکنه. پس اولین ترکیب که ضعیف‌ترین پودر دکولوره به اضافه شامپو و آب هستش، هر سه به میزان مساوی روی موی نمدار میزنیم، چشمی چکش میکنیم، هر زمان که رنگساژ پاک شد دیگه آب کشی و شستشو.
رنگ پودرتون به نظر من توی این ترکیب اصلا مهم نیست چی باشه، فقط قدرتش مهمه. حالا در مورد قدرت پودر دکولوره و اینکه اصلا ساختار دکولوره به چه شکله توی این ویدیو توضیح دادم، حتما ببینیدش. و همینطور رنگ‌های مختلف پودر دکولوره و کاربردشون که توی یه ویدیو دیگه در موردش توضیح دادم بهتون. پس این اولین ترکیب ریموو و ضعیف‌ترین ترکیب ریمووه که برای پاک کردن رنگساژ استفاده میشه. یه وقتایی ممکنه که ما بخوایم ترمیم لایت انجام بدیم و لایت‌های قبلی به خاطر رنگساژهای زیادی که انجام شده پایش یه کوچولو پایین اومده. ما از این ترکیب هم میتونیم داخل فویل حدود نیم ساعت 40 دقیقه آخر روی مو بزنیم، فویلمون رو بپیچیم و کمک میکنه که رنگساژهای قبلی به میزان قابل توجهی پاک بشه. اما نکته مهم در مورد اون زمانشه که این نیم ساعت 40 دقیقه یا حالا کمتر و بیشترش کاملا مرتبط به جنس مو، ضخامتش و اینکه چقدر تیره شده. پس از این ترکیب هم میتونید توی ترمیم لایت به مدت حالا متغیر روی لایت‌های قبلی بذارید که لایت‌های قبلی رو رنگساژش رو پاک بکنید و یکم پایه بالاتری به شما بده و با ریشه هم پایه بشه. اما دومین ترکیب ریموو که خیلی خیلی مورد استفاده قرار میگیره، کاربرد داره و خیلی باید بهش توجه کنیم. خیلی وقتا پیش میاد که ما توی پروسه دکولوره اصطلاحاً استاپ میکنه این پروسه لایتمون، دکولورمون استاپ میکنه و دیگه تو پایه نارنجی میمونه و بالاتر نمیره. اولین و مهمترین دلیلش اینه که مشتری از رنگ‌های خانواده طبیعی یعنی N1, N3, N4 یا رنگ‌های خانواده قرمز مثل قرمز شرابی یا رنگ‌های این خانواده و یا حنا استفاده کرده. یعنی اگه مشتری دفعه قبل از یکی از این سه گروه رنگی استفاده کرده باشه و روی موهاش گذاشته باشه، شما زمانی که بخواید مو رو دکولوره بکنید یه جایی دکولورتون استاپ میکنه و دیگه پایه بالاتر نمیده. حالا ما از کجا بفهمیم که مشتری از این رنگ‌ها استفاده کرده یا نه؟ اگه خودش اطلاع داشت که خب تکلیف مشخصه، ما ادامه مسیری که بهتون توضیح میدم و میریم. اما یه وقتایی ممکنه که مشتری شک داشته باشه، مثلا بگه که من 2 سال پیش این رنگو یک بار رو موام گذاشتم، قطعا الان کوتاه شده رفته و اینا، یا یادم نمیاد اصلا چه رنگی استفاده کردم، روشو نخوندم، همینجوری رو موام گذاشتم به خاطر اینکه خیلی سفید داشتم. توی این موقعیت‌ها حتما پیشنهاد میکنم که مو رو تست بگیرید ازش، که حالا ترکیب تست رو توی ویدیوهای بعدی حتما بهتون توضیح میدم. زمانی که تست میگیریم توی تست ما کاملا متوجه میشیم که اون رنگ از کجای مو روی مو الان قرار داره. به عنوان مثال از وسط موه یا از نزدیک ریشه به پایینه یا حالا نوک مو 3-4 سانته. از همونجا ما ترکیب ریموو رو روی مو میزنیم، اون دونه های رنگی رو پاک میکنیم و بعد از اون پروسه دکولورمون شروع میشه. پس این تست برای اینه که ما متوجه بشیم از کجای مو به پایین این رنگ ها وجود داره و از همونجا دقیقا ریموو انجام بدیم. اصلا نیازی نیستش که این ترکیب ریمووی که الان میخوام بگم روی موی طبیعی یا قسمت‌های طبیعی گذاشته بشه، چون اصلا اونا مشکلی نداره و توی پروسه دکولوره هیچ اشکالی رو پیش نمیاره، هیچ دردسری رو برای ما نداره. پس این ترکیب رو فقط روی قسمت‌هایی که دفعه قبل از یکی از این گروه رنگی ها استفاده شده باید بذاریم. پس بعد از اینکه متوجه شدیم که تاریخچه مو به چه صورته و از کجای مو کاملا این رنگ ها وجود داره، دیگه باید ترکیب ریموو رو روی مو بذاریم. توی این ترکیب شما از ضعیف‌ترین پودر دکولوره به اضافه اکسیدان 3% یا 6% به اضافه شامپو، هر سه به میزان مساوی، یعنی پودر، اکسیدان و شامپو هر سه به میزان مساوی روی موی خشک به مدت 50 دقیقه میذارید بمونه. توی این 50 دقیقه ممکنه که اون رنگ ها پاک بشه، ممکنه که به خاطر تکرار استفاده از این رنگ ها توسط مشتری اون رنگ ها پاک نشه، که اینجا ما میتونیم دوباره ریموو رو انجام بدیم و دوباره تکرار بکنیم و روی مو بزنیم. فقط نکته مهم اینه که اگه قرار شد 2 یا 3 بار مو رو ریموو بکنیم، حتما بین ریموو ها یه فاصله 4-5 روزه به مو بدیم، به مشتری تاکید کنیم که خوب از موهاش مراقبت کنه و بعداً برای ریموو بعدی پیش ما بیان. چون اگه بخوایم 2 تا ریموو یا 3 تا ریموو رو توی یک جلسه و یک روز انجام بدیم، خیلی به مو آسیب میرسونیم. نکته دوم در مورد اکسیدان 3% یا 6% بود که گفتم. اینکه کجا از 3% استفاده کنیم، کجا از 6%.
اگه مویی که داریم روش کار میکنیم نازکه و حساسه و آسیب دیده است، اکسیدانمون 3%. اگه نه ضخیمه و حالش خوبه، اکسیدان 6%. پس ترکیبمون توی این ریموو که دیگه قوی ترین ترکیب ریمووه و برای از بین بردن اون 3 گروه رنگی استفاده میشه، همچنان بازم تاکید میکنم ضعیف ترین پودر دکلوره به اضافه اکسیدان 3% یا 6% به اضافه شامپو هر سه به میزان مساوی به مدت 50 دقیقه روی موی خشک. نکته بعدی و نکته آخر توی این ویدیو اینه که بین ریموو و دکلورتون حتما یک هفته تا 10 روزی به مو زمان بدین. خیلی کمک میکنه که هم پروسه دکلورتون بهتر و سالمتر اتفاق بیفته و همین که پایه بالایی رو بتونید از دکلورتون بگیرین و اینکه همیشه نتیجه این ریموو یه موی قرمز نارنجی بسیار بدرنگه. این کاملا طبیعیه که این اتفاق بیفته، پس اصلا نگرانش نباشید. یعنی زمانی که مو رو ریموو میکنید مو خیلی رنگ خوبی نداره. حالا اگه قرار شد که هفته بعد شما دکلوره و یا ریموو دوم یا سوم رو انجام بدین، اینجا پیشنهاد میکنم که بر اساس همون پایه‌ای که هستین، حالا مثلا ممکنه 4 باشه یا 5 یا 6 باشه، یه ترکیب از بهتره که خانواده بدون آمونیاک ها باشه روی مو بذارید که مشتری توی این چند روز بتونه با موهاش دیگه، حالا استایل میخواد بده یا جایی میخواد بره، بتونه ازش استفاده بکنه، خیلی دیگه موهاش بدرنگ نباشه. و حتما بازم تاکید میکنم که از رنگ‌های طبیعی N1 N3 N4 دیگه استفاده نکنید، به خاطر اینکه دوباره همون مشکل و همون اتفاق برای مو میفته. پس فقط رنگ‌های خانواده نچرال یا طبیعی N1 N3 N4، حالا تو بعضی از برندها به خاطر تراکم پیگمنتی بالا N5 یا حنا یا رنگ‌های خانواده قرمز توی پروسه دکلوره مشکل ساز میشن که نیازی که حتما ریموو کنیم و از این ترکیب ریموو استفاده میکنیم. بازم تاکید میکنم تست به شما کمک میکنه که دقیقاً متوجه بشین از کدوم قسمت مو باید مو رو ریموو بکنید. حتما دقت کنید که ریموو به پوست سر و ریشه نخوره داخل سرچوب. من پیشنهاد نمی‌کنم که ترکیب ریموو انجام بدید، به خاطر اینکه مسلط نیستیم و ممکنه که به قسمت‌هایی بخوره که طبیعیه و زمانی که این ترکیب به اون قسمت‌ها میخوره خیلی دیگه پایش بالاتر میره و اصلا کلا همه چیز رو خراب میکنه. پس دقت کنیم که از کدوم قسمت باشه و لایه لایه روی مو بزنیم، به صورت رنگ ساژ تو سرچوب روی مو نزنیم این ترکیبا رو. تو این ویدیو در مورد ترکیب‌های مختلف ریموو بهتون گفتم تو موقعیت‌های متفاوت. اولیش برای ریموو رنگساژ بود که ما حالا یه رنگساژی اشتباهی رو روی رنگساژ انجام دادیم که من پیشنهاد میکنم اگه رنگساژتون سرد بود حتما پاکش بکنید و اگه قرار بود رنگساژ گرم روش بذارید. اما رنگساژ گرم رو شاید بتونیم یه کوچولو با رنگ یه سردی بهش بدیم که حالا بازم تاکید میکنم پیشنهاد نمیکنم این کار انجام بدید چون نتیجه کار یه کوچولو تیره میشه. ولی به هر حال اگه خواستین رنگساژتون رو پاک کنید، ترکیب ضعیف‌ترین پودر دکلوره به اضافه آب به اضافه شامپو هر سه به میزان مساوی، و یا اگه خواستین رنگ‌های خانواده نچرال یا خانواده قرمز یا حنا رو پاک بکنید، ترکیب ضعیف‌ترین پودر دکلوره به اضافه اکسیدان 3% یا 6% به اضافه شامپو هر سه به میزان مساوی روی موی خشک به مدت 50 دقیقه این ترکیب رو روی مو بذارید. امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید بوده باشه و مرسی که تا الان همراه من بودید.